ارواح مرده میتتون دفعه بعدی که یه نفر ازتون پرسید تو خرافاتی هستی یا نه، این ویدیو من یادتون بیاد بعد جوابشو بدید. ببینید ما یه سری آدم نسبتاً مدرنیم دیگه، آدم‌های باسواد تحصیل کرده هستیم. برامون قابل پذیرش نیستش که ترکیب بزاق دهانمون و قهوه روی نلبکی بتونه آینده و سرنوشت ما رو مشخص بکنه. یعنی اگرم بهش اعتقاد داشته باشیم رومون نمیشه بلند بلند بگیم، یه شرمساری تومون هست، میگیم که میدونم اینا خرافاته ها، میدونم اینا واقعی نیستا، ولی خب حوری خانم دستش خیلی سبکه. چی میگم؟ ولی مگه خرافه فقط این شکلیه؟ تو دوره داریم زندگی میکنیم که شبه علم پدر ما رو در آورده. شبه علم همون خرافه است که از دیوار علم رفته بالا، فهمیده دیگه نمیتونه به روش سابق در پاچه مردم بره، چهرهشو عوض کرده، گرگیست در لباس میش. طرف برگشته به من میگه که میدونی که دنیا روی ریاضی بنا شده؟ بعد من اینجوریم که بله، ریاضی زبان فهم این دنیاست و ما داریم بر اساس کشف ریاضی میفهمیم که تو این دنیا چه خبره. پس اینو بهت بگم که کائنات پیامشو با عدد به تو میگه. دکترین گودرز و شقایق باشه. خب خیلی خب، حالا پیامش چجوری به من میرسه؟ ساعتو نگاه کن، اگر ساعت 11 و 11 دقیقه رو داره بهت نشون میده، این یه پیامی توشه، پیام ثروت توشه. عجب صحبتی کردی که. خب چجوری من پیام دریافت کنم؟ برای دریافتش عدد 1 کامنت کن. مثلا اینجاست که چون این رنگ و بوی علم قاطی این خرافه میشه، آدم ها خیلی سخت‌تر میتونن باهاش مقابله بکنن و ردش بکنن. حالا اینکه شما این چیزها رو برای روزهای سختتون باور بکنید تا بتونید فشارهای زندگی رو تحمل بکنید و یه امیدی براتون باشه، قابل درکه برای من انصافا. اما مشکل اونجا شروع میشه که طرف برای درمان سرطان مرحله 2 که حتما به پزشک و درمان دارویی نیاز داره، میره کریستال درمانی میکنه، با سنگ میخواد خودشو درمان بکنه. خدایا دفعه بعدی که با رفیقت نشستی راجب کسب و کارتون دارید صحبت میکنید، اون میگه آقا کسب و کار من به مشکل برخورده، و تو برمیگردی میگه که آقا من از یک آقا سیدی تو محله مادرم دعا گرفتم، اون برمیگرده میگه که من توی خونم آکواریومو بر اساس علم فنگشویی بردم توی شمال شرقی تا ثروت بیاد توی خونم. تبریک میگم، در و تخته جورید، دوتاتون خرافاتی هستید، دوستای خیلی خوبی خواهید بود برایم.